بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با مقصد عامه‌گردانی ورزش و پیشگیری بیماری‌های سرایتی، تشویق طرز حیات سالم و رشد ورزش با ابتکار مرکز تشکل طرز حیات سالم، بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه واسع، جمعیت ورزشی حاصلات منطقه کلاب در ناحیه واسع مسابقه کشور بازی فوتبال دایر گردید. در این چاره‌بینی مؤسسه‌های تعلیمی، دسته‌های فوتبالبازان، گروه‌های کسب و هنرآموزان لیسه کسبی تکنیکی ناحیه واسع جمع 20 دسته‌های فوتبالبازان اشتراک نموده مدت 20 روز بین هم قوازمایی نمودند. ورزش برای هر یک جوانمرد، هر یک نوبسته از آن سن سال به آنها سلامتی، تن صحت، دل بیغم و دیگر چیزهای سلامتی که برای انسان ضرورت است، پیش از همه باید آدم از نوبسته به سن سال چهل گفتیم باید مشق کند، ورزش کند. شخصی که با ورزش سر و کار دارد وای بیمار نمیشود. وای به همین درجه استخوان وای ارگانیسم وای بقوت شده از هر یک بیماری ها اون رو ایمن می‌دارد. در بازی فینالی فوتبالبازان لیسه کسبی تکنیکی ناحیه واسع مهارت خوب نشان داده غالب چهاره‌بینی منطقوی گشتند. در جنبش مسابقه از نام مرکز تشکل طرز حیات سالم بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه واسع جمعیت ورزشی حاصلات غالبان با تحفه‌های خاطروی قدر کرده شدند.